دوستانی بسیار گرامی، حاضرین محترم، ما در این چند روز با قشرهای گوناگون مردم فرخار باستانی ملاقات داریم و من میخواستم ملاقات خود را از سلام و احترام به همه شما آغاز کنم و از این خوشحالی که امروز ملاقات با صاحبکاران با صاحبکاران. چرا این برای ما مهم است؟ زیرا ما در تالارهای گوناگون با اهل ضیا، با اهل فرهنگ، خدمتچیان دولتی، فعالان جامعه، دیرکتورهای مکتب، رئیسای جماعت صحبت میکنیم، ولی با نمی قشری بسیار مهم صاحبکار، کسایی که در این طبقه جامعه بسیار فعالند کمتر واخوری میشد. بنابراین اقدام بسیار خوبی از سوی رهبریت ناحیه فرخار صورت گرفت که به واسطه با اهل بازار به معنای خوبی کلمه صحبت میکنیم و من خوشحالم که کسب شما، پیشه شما در فرهنگ ما، در دین ما یک پیشه بسیار گرامی و ارزشمند حساب میشه. شما ببینید که پیغمبر ما در یک مدت فعالیت زندگیشون به تجارت مشغول بودن، یعنی کسب پیغمبر است. امام مذهب ما، امام اعظم، یکی از تاجران موفق زمان خود بودند، یعنی هم رهبر دینمون در این کسب شغل داشتند، هم رهبر مذهبمون در این دین، در این کسب بودند. بنابراین ما میتونیم بگیم که شما در سنت رسول خدا، در رویه امام اعظم این کسب میتونید دوام که از این رو هیچ وقت خود را خم تاجر ما اهل بازار از کسی کم نبینید. خب برای همین دقت کنید که در این باره صحبت کنیم. دوم اینکه کسی که رزق و روزی می آفرد، تلاش میکند، حیات خودش را بهبود میکند، زندگی خودش را می سازد، بیکار نمیشیند و زندگی دیگران را هم آباد میکند، او هم از نظر دینی، هم از نظر ملی، هم از نظر انسانی شخصی محترم و صاحب احترام است. شما بینید که در همین پیام امسال رهبر دولت بسیار نکته های عجیبه درباره نقش شما گفتن که کشور به سرعت آباد شده ایستاده است. من به مناسبت 30 سالگی، به مناسبت 35 سالگی اینقدر ابیکت ها ساخته شدند، جاهای کاری ایجاد شدند. کی همین را کرد؟ صاحبکاران. هم خیلی گفتن که یعنی 95% تمامی آبادی همه شهر و ناحیه ها را صاحبکاران کرده ایستادند. این برای همین منم میخواستم همچون یک شهروند به همه شما سپاس و تشکری خودمان را رسونیم. و چیزی دیگری که صاحبکاران ما امسال نشان دادن، نه تنها ما، نه تنها همه ملت، همه جهانیان حیران شدن، این که صاحبکاران تاجیک در همین 2-3 سال اخیر 101 زسته و قسم حربی سرحدی ساخته به نیروهای سرحدبان دولت سپاریدند. تا همین روز 75 تاش ساخته شده است. خب حدود 100 تای دیگرش، حدود 30 تای دیگرش در حالی تمام شوی است. یعنی بینید این چرا برای ما مهم است این سخن. من خواهش میکنم شما اگر از همین کوچه مرکزی فرخار میگذرید با سری بلند گذرید، چون شما همین سال بینید این آرامش،
این وحدت، این ثبات، این حیات آسایشته مردم در گروه همین امنیت و ثبات است و شما با ساختن همین سرحدبانی ها، قسم های حربی سرحدی وطن را استوار کردید، در امنیت همین کشور سهم گذاشتید. اگر همین 1 سومی هم جمع کرده باشید، 100 سومانی هم جمع کرده باشید، 100,000 سومانی هم سپاریده باشید، شما دانید که برای آبادی و امنیت همین وطن شما سهم داشتید. برای چی مهم است؟ چون که برای آبادی سهم گذاشتن کمی سابقه داشت، خیریه کردن کمی سابقه داشت. مثلا ما همین در برنامه‌های تلویزیونی می‌بینیم که این صاحب کار خیریه کرد، او صاحب کار خیریه کرد، ولی دیدبانگاه سرحدی ساختن این گپی نو، سطحی نو. شما ببینید همه این نوارای پیشتری بودن که انا فلان صاحب کار چند لیمچت کارتوشکا و چند بکلشکا روغن و چند خلطه پیاز و در فلان جا کمک کرده است، ویدیو میکند، نشان میدهد 5 نفر خط نکرده است. این همی سطح بالای تفکر صاحب کار ما اول همی خیلی بود، ولی امروز بینید میگه که صاحب کار دیدبانگاه حربی ساخته است، دیدبانگاه سرحدی ساخته است. من از چند تاش رفته دیدم و این خیلی یک خانه‌چه نیست و یک مجتمعی که در اونجا خوابگاه سربازا، آشخانه‌شون، جای مشقشون، جای حمامشون، جای خواب و جای استراحتشون، یعنی یک مجموعه کلان 100 تا. بنابراین پیشوای ملت مثال در وقتی که خدمتچی‌های دولتی، خدمتچی‌های حربی، اهل فرهنگ، اهل معارف رو با اردن و مدال‌ها و مکافات‌های دولتی سرفراز گردوندن، اگر شما توجه کنید در بینشون 10-12 نفر صاحب کار رو با نشان و اردن‌های بلندترین دولتی سزاوار دانستند. چرا؟ چون گفتن که این قشر امروز کشور را آباد کرده است، این قشر علاقه با امنیت کشور، با ثبات کشور سهم گذاشته است. همین درک رسالت خود از سوی صاحبکاران است و من خواهش میکردم که کسایی که رسالت درک میکنن در این راه باید دوام دهند، کسایی که درک نمیکنن باید همین نگاه کنن که امنیت، ثبات، آرامی پیش از همه به همین صاحبکار لازم است، به همه ما لازم است. ولی به صاحبکار مثلا اگر یگان ناآرامی شود، فرض یک آدم عادی شاید چیزی را از دست ندهد. این ببینید در همین شهرها یگان ناآرامی میشد، میبینید در تلویزیون در قرقیزستان، قزاقستان، یگان کشور چی میشه؟ اول همین مغازه ها رو میسوزند، دکان ها رو غارت میکنند، آبادی ها رو ویران، همه مالی صاحبکار است. از همه از ناآرامی، از بی‌امنیتی ضرری اساسی را صاحبکار می‌بیند. بنابراین صاحبکار با امنیت، با ثبات زندگیش، منفعتش پیوست است. این همین تزیس رو در یاد تا گیرید که چرا برای ما امنیت لازم است. برای صاحبکار امنیت این جزئی تجارتش است، جزئی منفعتش است. هم که حس میکنید که آرامی اگر نباشد، نه بازار است، نه دکان است، نه تجارت است، نه فایده. خب این مقدمه برای گفتیم که شما اینجا نشستید و من احساس میکنم با یک قشر صحبت میکنیم که چنین یک رسالت بزرگ هم در فرهنگ ما دارد، هم در دولتداری ما، هم امروز در ثبات و امنیت ما. و اگر تاریخی دولتداری ما رو نگاه کنید، بارها همی کار شده است. مثلا در تاریخ دولت ساسانیان لحظه هست که همی هرمز وقتی که هجومی خارجی، هجوم رومیان میشد به ایران، به سرزمین آریایی، میگن که خزینه خالی است. میگه جمع که صاحب کارا وقت میگفتن بازرگانان جمع میکنه هرمز، میگه که اگر همین یک خلطه‌ای زر برای حمایه وطن گذارید، لشکر رو تامین کنیم، وطن حمایت کنیم، باز همی که جنگ تمام شد من 2 برابر شما را از انداز آزاد میکنم، از
امتیازها سرفراز میکنم. یعنی همین مکانیزم همکاری صاحبکار و دولت یک فرهنگ، یک سنتی دولتداری ملت ما هست و همین باید باشد. دوم اینکه همین موضوعی که ما با شما در میان میگذاریم این است که ما یک دولتی زیبا رو ساختیم، هممون یک جای ساختیم. ببینید پیشوای ملت امی بزرگیش در این است که یگان بار نمیگه من ساختم. این من هر سال پیام ها رو تحلیل کرده تبلیغاتش در شرکت میکنم، همیشه میگه که خلق ساخت، مردم ساخت، صاحبکاران ساخت. بگه ما فقط تشکیل کردیم، شرایط کردیم. نقش پیشوای ملت هم بسیار بزرگ است، ولی اخلاق بلندش، فرهنگش همین است که میگه که مردم دستگیری کرد که تا اینجا رسیدیم، خلق دستگیری کرد تا اینجا رسیدیم، صاحبکارا دستگیری کرد که تا اینجا رسیدیم. بنابراین از همین نظر همین دولت خوبه که یک جای ساختیم، کشور آباده که یک جای ساختیم، مملکتی که امروز صاحبی کرده در همین مرحله با خطرهای معین روبرو شده است. این موضوع ما، یعنی میگیم این خانه ما، خانه عمومی ما تاجیکستان عزیز امروز با خطرهای بسیار بزرگ روبرو شده است. چرا ما اینقدر حساسیت داریم که کشور حفظ شود؟ زیرا باید اگر بسیار جزئی صحبت کنیم، همین جمهوری تاجیکستان که امروز ما افتخار داریم، همین وطن عزیز ما، همگی یک فایزی خاک تاریخی ماست. تصور کنید اگر هر آدمی که با عقل و هوش همین رقم دقت کنه یک بار میترسد، میگه که چخیل. من میگم که نمی تاجیکستان که ما امروز در اختیار داریم، افتخار میکنیم همچه دولت ملی، همگی 1% حدودی جغرافیای تاریخی تاجیکان است. ما کتاب‌های تاریخی مکتب میانه رو بر یاد بیارید، در اونجا میگه ما امپریای کوشانیان داشتیم، دولت کوشانیان. از اون فرخار یکی از مرکزهای بزرگ تمدنی دوره کوشانیان است. ما دولت هخامنشی ها داشتیم، دوره کوروش کبیر. ما دولت ساسانیان را داشتیم، ما دولت سامانیان را داشتیم. همه این نام‌ها را هر روز در کتاب‌ها، در درس‌ها، در مجلس‌ها، در تلویزیون فرزندای ما، خود ما تکرار میکنیم. با شما صاحبکاران هر روز نام اسماعیل سامانی، چند سامانی، چند سامانی، چند سامانی. یعنی نام پول ملی ما چه است؟ سامانی. یعنی که سامانی یک دولت است، یک نامی بنیادگذاری دولت سامانیان است. این قدر ما به دولتداریمان احترام میگذاریم که نام پولمون سامانی است. ولی همون دولت ها کجا دارن؟ همون دولت هایی که ما قدر میخوانیم، با فرزندامون، با شاگردامون درس میتیم، در کجا است؟ شما همین را در یاد گیرید، همین عباره رو که همین جمهوری تاجیکستان که امروز در دست ما مانده است، آخرین جزیره، آخرین پناهگاه، آخرین جایی است که ملت ما، مردم تاجیک در اموجا سخن داره، حقوق داره، حرف داره، فرهنگ خود را، زبان خود را، منفعت‌های خود را حمایت کرده میتواند. و این آخرین پناهگاه ما در تاریخ است، این آخرین شانس ما برای داشتن یک دولت است. یعنی من برایش تکرار میکنم، چون که میخوام اینو جوانا هم اینجا برانگن که این آخرین شانس ما است، همین تاجیکستان. زیرا این 90% رفت، این 99% رفت، همه رفت، هیچ جا نماند. یعنی 1% خاک تاریخی رو ما امروز در دست داریم با نام جمهوری تاجیکستان. پس 1% دیگر جای باختن، جای فروختن، جای گذشت کردن ندارد. اینا با زبانی تاجران اگر گویم شما فرضاً 100 سامانی دارید،
اگر مگم 1 سومونی قرض میگه خیش گبنه ما 1 سومونی. اگر 99 سومونیش گم شود 1 سومونی مونده است. اگر گم میره قرضش میگه این در کار من میره باید این روز بخورم نمورم تا خانه روم، این آخرین چیزم است. برای من این بسیار مهم است. همین تاجیکستان آخرین یادگاری ماست. بنابراین وقتی سرود ملی ده میگیم که تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای، این سرود ملی همه جا از خونده، دیار ارجمند ما، تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای، یعنی از همون سامانیان هم تو نشانه ای، از ساسانیان هم تو نشانه ای، از هخامنشیان هم، از همه همون تاریخ تو مانده تمام. انا نمی یک فایزکی که مانده است، همین رو هم میخواهند از دست ما گیرن. انا کجا دست مسئله؟ انا برای چی وخوری؟ انا برای چی میگه جمع کن اهل بازار گپ زنید، جمع کن در کوخی وعدت همه مردم پرزیدنت گپ میزنن، جلسه دایر میکنن، وخوری نهمی مرد. برای چی است؟ میگه چون که احساس میکنن که بسیار قوای پیدا شده که میخواد همین یک پارچه آخرین، یک فایز آخرین هم از دست ما گیرن و ما یک ملت بدبخت بیوطنی آواره سرگردانی به سرنوشت شویم. همین مسئله امروز برای همین بانگ خطر میزنیم. خب اگر شما میگین این تهدیدات چی است؟ در مورد سخنرانی پیشوای ملت حدوداً 8-9 مسئله اساسی گفته شد. اینجا نماینده محترمی شورای علما مرکز اسلامی تاجیکستان اشتراکچی هم ملاقات هستند، باز جنبه‌های شرعی و دینی میگن. من فقط 1 یا 2 مسئله اشاره میکنم، ببینید وضعیت چه خیلی است. یکم گفتن که امروز انمی دولت زیبا و وطن آرام و ملت خوب ما با تهدید جهالت و افراطگرایی روبرو شده است. خود چی است تهدید جهالت و افراطگرایی؟ ما مردم مسلمان ببینید پرزیدنت همونجا گفتن که 99 فایزی 99 از 9 گفتن فایز این مردم مسلمان است. یعنی ما مردم مسلمانی تاجیک با اسلام هیچ مشکلی نیست، با اسلام هیچ گونه مبارزه نیست، ولی تندگرایی یا افراطگرایی دینی چی است؟ افراطگرایی دینی حالت است که یک آدم سوادی کافی دینی ندارد، درس دینی نخونده است، تعلیمات نگرفته است، از اینترنت، از تلفن، از دهان کسی یگان حدیث یا یگان فکر نادرست شنیده است، چنان تیز و تند عمل میکند، همه را محکوم میکند، همه را حکم میکند و میخواد حکمیت را گیرد و همه را تابع خود کند. برای همین میگیم این اسلام سیاسی است، این اسلام اخلاقی و تربیوی و عبادتی نیست. مثلا من همی دانشگاه اسلامی ده گاه کنفرانس میشه روزای جمعه، همون ساعتی که نماز جمعه تمام میشد، باور کنید ما قریب نیم ساعت می استیم با ماشین که همین نماز جمعه ها برآمدنش تمام شود. من دانشگاه اسلامی را مسجد مرکزی دوشنبه، یعنی 10,000 نفر میاد جمعهش میخواند میرود. یعنی این دین. ولی افراطگرایی دینی چی است؟ افراطگرایی حالتی که میخواهد با استفاده از این تبلیغات دین، با استفاده از ایمان مردم قدرت سیاسی گیرد، حکومت کند و اون فکر تنگ خودش به سر مردم بار کند. بنابراین ما میگیم که موضوع بحث و مبارزه دولت افراطگرایی دینی است، نه دین. این یک. دوم اینکه همین افراطگرایی پیشوای ملت گفتن که حالا در اوج است. ببینید یکم گفتن که در اوج، دوم گفتن که اوج به حد رسیده است که به خطر تبدیل شده است. سوم گفتن که اگر این خطر پیشگیری نکنیم برای سرنوشت ملت تاجیک بسیار عاقبت وزنین داره، عاقبت ناگوار گفتن. عاقبت ناگوار یعنی چی؟ یعنی که ملت از بین میرد، دولت از دست میره. انا من میخوام همین را نشون بدم که چرا میگیم دولت از دست میره. اول اینا شما و بچه‌ای که در قفا ششتن شاید گین که همین واهمه برای چی میکنن؟
همه جا آرام، تجارت رفته است، شهر گل و بلبل، تینجی توی تماشا رفته است. چرا میگیم و خطری افراطگرایی آمده است؟ برای که همین سوال در جواب یابیم، یک سلسله فکت و رقم ها آمارها رو پیشوای ملت گفتن که من همین آمارها رو اول در تلویزیون گوش کردیم، اونقدر دقت نکردیم راستیگه. وقتی گفتن که می روید مثلا در نویه فرخور با تاجران محترم، با تصور کنید که نصفی از تاجران فرخور زنها، بانوها یا که مریدای حضرت خدیجه میشن که اونا هم یک پیری همین تجارت بودن. خب بانوی تجارت. خب ببینید انمی رقم ها رو وقتی که برای جا آمدن یک بار خوانده، زیرش خط کشیده دقت کردم، راستیگه من ترسیدم، واهمه گرفت که نخود انمی خیر رقم ها شده باشد. ببینید من سالهای زیاد در دستگاه حکومتی کار میکردم. برای که یک سخنرانی پرزیدنت تیار شود، در او یگان جمله یگان رقم استفاده شود، 10 بار سپارش میشد همه ارگان ها می آموزند رقم ها، یگان رقمی به اساس جای نمیگیرد. انا که بینید در همین سخنرانی پرزیدنت چی گفتن که در 10 سال اخیر در جمهوری 6680 جنایتی دارای خصوصیتی اکستریمیستی و تروریستی به قید گرفته شده است. اینجا دو چیزی مهم است. یکم این که گفتن در 10 سال اخیر. چرا ما را دقت میکنیم؟ چون که 10 سال اخیر نه جنگ است، نه ناآرامی است، نه یکون گروهی فعال است، همه چی حل شده است از سال 2015 تا امروز. 10 سال اخیر، 10 سال که ما زندگی آرام داریم، هممون با کار و فعالیت خود مشغولیم، بازارها آباد. ولی گفتن در همین 10 سال اخیر حدود 7000 جنایت خصوصیت اکستریمیستی تروریستی در جمهوری به قید گرفته شده است. که بچه ها جوان ها مایل دارن به همین چیز. دوم اینکه گفتن بیش از 1000 نفر شهروندی ما. ببینید شما 1000 خشرو تصور میکنید چون که اهلی حساب و کتاب، دیگر درباره 10 نفر 20 نفر 100 نفر گپ نرفته شده است. زیاده از 1000 نفر شهروندی ما رفته در کشورهای خارجی در گروه های افراطی دینی کشته شدن در جنگ ها. این در سوریه عراق خبر داره جنگ شد، گروه داعش پیدا شد، دولت اسلامی. از همین کشوری ما برای 2 کس خدمت حربی بردن از قفای سرباز میدویم. 1000 نفر، 1000 نه زیاده از 1000 نفر خیستر رفته در اونجا کشته شده است. این خیلی زیاده است برای ملت. و در دوامش میگن که و هزاران نفر دیگر به نام و نشان گردیدن. اینه بچه‌های ما و شما از همین خانه ها برآمده رفتن، از همین کوچه ها، از همین بازار ها، از همین مکتب ها، از همین محله ها. دوم گفتن که سوم در 10 سال اخیر، این مسئله که امروز هم شما احساس میکنه چقدر برای ما وزبین غلطیدم چون ملت، گفتن که در 3 سال اخیر 24 نفر شهروندی ما در دولت‌های خارجی، در 10 دولت خارجی عمل تروریستی انجام داده است. از جمله خود را در میان آدم‌ها ترک کردند. 24 نفر تاجیک در 10 کشور خارجی همین 2.5 سال اخیر عمل تروریستی کردند. تاجیک. و در همین لحظه که ما صحبت میکنیم در همین شب روز 4800
75 نفر، یعنی ببینید 4075 نفر شهروند ما برای انجام جنایت‌های اکستریمیستی تروریستی در جستجو قرار دارد. امیوزیر پس شما بیدمین در شما خیلی آسان است، کلکولیاتور دارید، روچکا دارید، ذهن کتی جمع میکنید، مثلا این 4000 2000 1000 6000 همه جمع میکنیم، تقریبا 15000 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان، اونایی که در زندان حساب کنیم، اونایی که علاقه برآمدن عفو شدن، تقریبا 15000 نفر شهروند ما علاقه در عملهای اکستریمیستی تروریستی یا بازداشت شده است یا زندان شده است یا در جستجو است یا کشته شده است. انا این دو چیز را نشان میده برای من مادرای عزیز دقت کنید. یکم این که این نشان میده که دیگر سخن درباره 10 کس 20 کس نرفته استوده است، بلکه 10,000 نفر این از سخنرانی پیشوای ملت استوده. این یگان کریسپاندنت خارجی نگفته ما گیم دروغ است یا راسته، یگان جای شوبه نیست. دوم اینکه شما در همین رقم مقیاسی همین خطر بینید مشته بشه که چقدر جوانای ما را، بهترین های ما را، فعالترین های ما را فریب کرده برده در همین راه نابود کرده است. 10,000 نفر. باز اگر کسایی که این لایک میمونن و گوش میکنن شبا پینهان و فکر میکنن که اورا نمیفهمن، با کسایی که پدیلیت میکنن کامنت مینویسن، اونو حساب کنیم با 2 برابر این است. انا برای همین میگم ای برادرو، خطری افراطگرایی بزرگ شده است. توجیک این سخنرانی پیشوای ملت 13 روز پیش از حادثه های تروریستی در مسکو شده است. بنابراین با اون دخل ندارد. اگر او را حساب کنیم ممکن، ولی ما درباره حادثه های مسکو از بس که یعنی بچه ها همشان اینترنت میبینن، میبینید اینترنت استفاده میکنه، شما بینید این فضای شبکه‌های اجتماعی ما پس از حادثه های مسکو خیلی داغ شد. چند موقع یکی میگه که تاجیک امکان نداره ایخی کند، میگه این در حق تاجیک تهمت است، تاجیک ها هرگز این کارا نمیکنن، یکی میگه نه تاجیک ملتی تروریست است. انا هم خیلی بحث در اوج است. من میخوام که اگر در قوس به همین سوال جواب بگیم که آیا واقعا تاجیک میتواند تروریست باشد، همین کار کند یا که نمیتواند؟ همین سوال در ذهن همه هست یا نیست؟ در جای ما هست، در جای شما نیست؟ هست؟ همین سوال که آیا همین تاجیک بودن، تاجیک میتواند همین کرده؟ اینا 24 تاجیک در خارجه، اینا می سال گذشته در شهر کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران یک هموطن ما خود را ترک کند، 120 نفر کشته شد. در شهر شیراز 2 بار ترک کردند تاجیک‌ها، ولی به دور کشید. بینید در تلویزیونش نشان داد که شهروند تاجیکستان به دور آویختند برای حادثه تروریستی شیراز. خب برای من درباره حادثه های مسکو چی میگه؟ ما چگونه شد، چی خیلی جزئیات داشت، ایرا نمیگیم، ایرا ارگان‌های حفظی حقوق میگویند. درباره اینکه نسبت ملت ما، نسبت مهاجرین ما فشارها آمد، ملت ما رو خواستن همش رو بدنام کنن، ایرا ما محکوم میکنیم. اما با اون سوال که آیا تاجیک میتواند تروریست شود، من میخوام در چند کلمه جواب گویم. بینید اول میگیم نه، چون دلی همه ما میخواد که بگم نه 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 تاجیک هرگز چنین کار نمیکند. هم خیلی است؟ برای چی خیلی میگیم؟ چون که ما وقتی خیلی میگیم ما می تاجیک را با تمام شکوه و بزرگیش پیش رو میاریم. ما میگیم که تاجیک ملتی که 6000 سال پیش تمدن داشت، دولت داشت، فرهنگ داشت، کتاب داشت. تاجیک ملتی که استاد این بشر، استاد این منطقه بوده است. اکثر قوم‌های این منطقه در تاریخشون بینید یا استادشون تاجیک است یا مشاورشون تاجیک است. یک تاجیک اینا را از بیابان و از صحرا جمع کرده آورده شهرنشین کرده است.
توجیک استادی این منطقه. توجیک ملتی که نه تنها اینجا رو با جهانیان اخلاق رو یاد داده است، فرهنگ رو یاد داده است، در مسئله تاریخ هم سابقه بزرگ رو، در مسئله دین هم، در مسئله ادبیات هم. یک همی ادبیاتی ما را بینید، همه مکتب میانه خوندیم. یعنی میکشویم رودکی چی گفت؟ چون تیغ به دستاری چی است؟ مردم نتوان کشت. یعنی تیغ برای کشتن مردم نیست، نزدیک خداوند بدی نیست، فراموش. یا گفت انگشت مکن رنج به در کوفتن کس. یعنی حتی دری کسی را سخت کوفتن ممکن نیست در فرهنگ ما. یعنی من در این خانه ششتگیم، خیلی در این شهر پدیزه چه تق 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 سوید بینگ میبیو، او بینگ میبیو، پولچینگ میبیو، همسایه میبیو. و من در جای ششتگیم همی ایروی تق تقش میفهمم، میگم این یگو به تربیه ای، این یگو با فرهنگ ای. تق تقش میگم این یگو ای مکتبی توجیک گذاشتگی نیست. یعنی حتی چگونه در را کوفتن را فرهنگی ما تربیه داده است. یعنی این توجیک است. برای ما میگن توجیک هرگز نمیتونه ترور کنه. یا فردوسی بزرگی ما چی گفته است؟ میازار موری که دانه کش است. یعنی یک مورچه‌کی که دانه را برده استاده است، همون را آزار نته. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی برای او هم جان شیرین است، خیلی را آزار میتی. بنابراین ما حتی مورچه را آزار دادن در فرهنگ ما ممکن است. ما کودک بودیم، اگر یگان مورچه را میجقیدیم دانسته از گوشمون میتوبوندن. همین خیلی هست نمی جمع. این مادرای عزیزان، اگر مورچه را کودک جقد میگیم تو گناهگار شدی. یعنی فرهنگ ما این است توجیک، این هرگز نمیتونه ترور کند. یا که حافظ چی گفت؟ مردم آزاری نکن. سعدی بزرگوار آمد گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک پیکر زیک گوهرند. زیک گوهر یعنی که همه آدم ها رو فرهنگی ما برابر میدوند، هیچ کس کشتنش ممکن نیست، آزار دادنش ممکن نیست. این توجیک هرگز تروریست نمیشد. توجیکی که تربیه مادر و پدر توجیک، نصیحتی بابا و بیبی سالمه گرفته است، در محیطی که وجود نه دزدی ممکن است، نه مردم آزاری، حتی مور آزار دادن ممکن است، او ممکن نیست او تروریست نمیشد. این فهم است. انا برای ما میگیم توجیک هرگز تروریست نمیشد، اما باز میگیم میشود. میشود در کدام وقت؟ انا در وقتی که او از انمی ارزش‌ها و تربیه توجیکی دور شود. اگر بجای چون تیغ به دستاری مردم نتوان کش، در ذهن او به واسطه اینترنت تبلیغات جای کده که تیغ بگیر سری فلانی بور، انا او میتونه. بجای میازار موری که دانه کش است، گفت از انفجار کن بکش فلانی او را، تمام. انا اگر توجیک را مغزش شویان، از ارزش‌های معنوی و تربیوی و اخلاقی توجیکی بیرون کنند، انا میتواند. بنابراین چرا پرزیدنت میگه که تروریست دین، مذهب، ملت، وطن ندارد؟ معناش همین که او در پاسپورتش نوشته که توجیک است، ولی او از نظر فرهنگ، ناموس، افتخار، دانش، اخلاقی که توجیک داره او دیگه ندارد. برای همین نامی او دیگه توجیک نیست، بلکه چه است؟ تروریست. انا برای میگیم تروریست ملت مذهب نداره، معناش این که از ما ارزش‌های ملی دور شده است، از فرهنگ ملی بیگانه شده است. فرهنگ ملت یو گفته بود میازار موری که دانه کش است، آدم کشته است. این دیگه در فرهنگ توجیک نیست، از توجیک همین پاسپورتش مونده است، تمام. انا برای میگیم تروریست ملت و مذهب نداره. خب این مسئله فهمو است که توجیک. انا که من سوال میتونم بچه‌های بقوتر جواب تید، آیا توجیک میتواند تروریست شود؟ نه یا ها؟ هم نمیتواند اگر او توجیک باشد به تمام معناش.
ولی اگر او از فرهنگ ملی ما بیرون شده باشد، بیگانه شده باشد، زیر تأثیر ایدئولوژی فریب دشمن قرار گرفته باشد، او را استفاده میکنند. انا همین جواب به سوال. همین ساعت چنده حضرت؟ یک 44. ولی من 10 دقیقه دیگه وقت داشتیم، جمع بس میکنیم. خب چون ما را از همین دوشنبه دعوت کرده گفتن که 1 ساعت با تاجران بخورید، ولی 40 دقیقه شده است. خب بینید انا که دوستای عزیز، من میدونم که در 1 ساعت هر یک شما ممکن 100 سومانی 200 سومانی 1000 سومانی ضرر بینید، لیکن اگر همین 1 ساعت برای آگاهی از همین مسئله بخشیم، شاید وطن حمایه کرده تانیم، ثبات حمایه کرده تانیم، میلیون ها فایده میشد. انا میره باید درک کنیم، وگرنه که همین 1 ساعت موندم ای کارکم گپی بسیار خیلی نیست. گپ درباره حیات و ممات ما میرود. همین منفیت یا تو تجاری ما و شما هم در همین هست، خیلی در اول گفتم. خب ببینید اکنون افراطگرایی که امروز ما گفتیم خطر دارد، 2 تغییرات شده است. 2 تغییرات، خب یک تغییراتش ابزاری، یکتش فرهنگی و نشه کمتر میگم. همین یکمش میگم که ببینید در همین سالهای اخیر همه ما مشاهده کردیم که اون افراطگرایی و تروریسم و گروه های افراطگرایی که می گفتیم، ما اول خیال میکردیم که در کیم کجا از او در عراق، سوریه، پاکستان، وزیرستان پاکستان، در افغانستان و این سرحدبانای ما در مرز ایستادند، شب و روز بیدار. شما زسته‌های حربی ساخته دادید، همشون در اونجا مشق میکنن قوی. از سرحد ما کسی بیاید در جوش پیشگیری میشه. این شب عید همه ما عید داشتیم، 11 نفر هجوم کردن به سرحد، در همون جوش قوه‌های سرحدی مسئله‌اش حل کردن. این اگر از بیرون بیاید، ولی اکنون اونها تاکتیکا یا راهی تأثیر رسانیشون تغییر دادن. دیگر از بیرون نمی بیاد که در سر کتفش یک کلاشنیکوف ریش ماندگی از سرحد درای ما او را بینیم، نابود کنیم، پیشگیری کنیم، بلکه امروز به واسطه اینترنت، به واسطه تلفن های موبیلی، به واسطه فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک توک و غیره و غیره درون هر خانه آمده ایستاده است، درون هر بازار، درون هر دکان، درون هر نمیدونم وزارت، اداره، کارخانه، محله، همین را حس میکنید. دیگر وای سرحد نمیبیاد. دیگر 85 ما آمار دقیق کارشناسی داریم، 85% کسانی که جنایت اکستریمیستی تروریستی کردن در تاجیکستان از طریق تلفن مغشوی شدن. یگان طالب، یگان داعش از همون سوریه و عراق خسته آمده و را بچم بیا اینا داعشی شو، بیا طالبی شو نگفته است. با تلفن، با اینترنت، با تلگرام، با نمی واسطه شبکه اجتماعی، برای ما میگیم الکی واسطه‌اش تغییر کرده است. در خانه ها اینا شما شیشتید خوراک پخته است، مادر ممکن در اون خانه بچهش در تلفن خیالت که بازی داره، خیالت یگان برنامه دیده است، خیالت کتاب خونده است و ممکن با طالبان گپ زده است، ممکن با گروه داعش گپ زده است، ممکن با کیم کی با سوریه، عراق، اروپا گپ زده است، یگان طرح در میکشنش. از همین رو خطر امروز چخیل است که دیگر فقط به پند و نصیحت تربیه کرده نمیشد. باید نظارت کنیم پدر و مادر رو که همین بچه چی دیده ایستاده است، همین جوان چی دیده ایستاده است، کدام شبکه داخل شده است. اینا ببینید همین در حادثه های مسکو، ولی ما گفتیم ما درست و راستی او را بررسی نمیکنیم تا که خلاصه دقیق ارگانو برایت. ولی یک لحظه ای بود که بسیار من از امو تأثیر پذیرفتم. گفتم و تاجیک به همی حد رسیده است. و گفت که چرا تو در همی حادثه تروریستی دست زدی؟ گفت که من از طریق تلگرام، برید گفت امو یادتون است در زمین جقیدگی جواب داد به سوال. گفت که از طریق تلگرام امر معروف یک مولا را گوش میکردم.
چند ماه گوش کرده است، به اون ملا گفته است بچه مکه خوب گوش کردی، سلفی تیار شدی، او انم قدیراد سلاحای میری همین قدم هم میکشی. خواهی ما راست و دروغ شدی همین عباره شو بگیم. بعد او گفت که کی بودم دو ملا؟ بعد گفت که bez imя, bez familie, bez ничего. این جمله شبینه با روسیش هم همه خیلی گفت که не знаю, без имя, без familie, без ничего. یعنی که نه نامش معلوم دو ملا را، نه فامیلش معلوم، نه کی بودنش معلوم، از طریق اینترنت بچه خیز همی کار کن تمام. انمی قصاده شدن این برای ملت بزرگ بسیار فاجعه است. شما خواهی اگر گمی حادثه مسکو خط میزن بگمی قش تومت بودی قش، لیکن من امید بعدی مسکو این دو تا در افغانستان، اون روز در ایتالیا بازداشت کردم، باز تاجیک در حادثه تروریستی. انا برای همین ما بسیار احتیاط شدیم که فرزندا چی میبینن، چی گوش میکنن، با چی مشغولن، حتی شبها. و دیگر اینکه یک تحلیل، من روی راست میگم میره صمیمانه، که یک تحلیلی که همه کارشناسا دارن، پیشتر گمان میکردیم که همه افرادگرا و سلفی و گروه های گوناگونی بیرون از مذهب و ضد ملت و اینو از این بین یکان کمبغلی بیچاره‌ای بی سواد میشه که همون کمبغلی بیچاره جل نه. یعنی آمارا امروز نشون میده که یک قسم بزرگش از درون، یعنی تاجرا از بازار. برای چی با بازاری ها خوردن در کار؟ چونکه نشان میده آمارا که در بازارهای مرکز شهر و نویه ها اکثر به همی چیز گرایش پیدا کردن. بیکار است، میشیند هم تماشا کرده میشیند و دولتی داعش گوش میکنه، طالب گوش میکنه، فتوای سلفی افغانستان گوش میکنه. من مثلا یک فتوا برای نوروز حرام است، در تاجرات در دیگر شد نه فلانی گفت. یعنی که قشرهای تجارت، قشرهای صاحبکار، قشرهایی که بیرون از نظام دولتی هستن، باز هم با همه چیز بیشتر هوشیار باشن که او میخواهد آدمای با نفوذ، آدمای پولدار، آدمای با نفوذ و تاثیررسان جامعه را جلب کنند تا که با صاحبکار 4 کس 5 کس دیگر را آلوده کنند. انا برای همین این یک تغییرات بود. تغییرات دوم این بود که اکنون وای دیگر با امنیت و ثبات تهدید نمیکنه، بلکه به خود دولت، به خود ملت و همه این نظام نامه های اونا را میبینیم، نقشه هاش را میبینیم، سخنرانی هاش را میبینیم، میگه که نام های شما نادرست. این بینید آمده است میگه نام های تاجیکی حرام، جشن آیین شما نادرست، فرهنگ شما نادرست، تاریخ شما نادرست، میخواد ما را از تاریخ و فرهنگ من محروم کند. این هجوم فرهنگی است. از امیر رو میخواد از دولت محروم کنه. من در خریطه های خود کشیدن که دولت شما باید یک ولایت ما شود. از امیر رو من مبارزه که برای فرهنگ ارزش داره، می مبارزه برای دولت است. خب اکنون این صحبت های اساسی در همین باب بود. من در جنبست یک چی رو میگم که شما همیشه در یادتون گیرید که در دولت ملی برای حفظ این دولت، برای حفظ این ملت، ما باید هم ارزش های ملی مون همیشه در مرکز گذاریم. در مرکز ما دین داریم، بی دینیم، نماز خونیم، نمیدونم نماز نخونیم، فرق نداره کسی باشیم. پرزیدنت در این سخنرانی چی گفته؟ من اول تاجیکم. یعنی من اول تاجیکم چی معنی دارد؟ همین شرمتی من خواهش میکنم که اکنون یک رکلام نه پاوز میگن که یا رکلام کنم. یعنی همین در اینترنت صفحه عبدالله راهنما داره، در یوتیوب راهنما تیجی، با سوموناس راهنما.com همونجا دارید همین نوارایی درباره مذهب، درباره ملت، درباره دولت، درباره افرادگرایی بسیار گپزدگی‌های من هست. میتونید همونجا مواد بسیارتر گیرید، چون که همش یک مقصد داره: حفظ همین ملت و همین دولت، حفظ همین ثبات و آرامی، حفظ منفعت شما. انا اکنون در جنبه سمیر میفتیم که همین منفعت های ملی ما، تاجیک بودن ما باید در مرکز باشد.
زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که هر وقتی که ما فکرهای بیگانه در ما غلبه کند با همین فریب دولتمان از دست میگیرند. انا این گپ است. چرا خیلی میگم؟ مثلا یک مثال میارم شما ببینید. من همین دولت سامانیان، ما افتخار داریم دولت سامانیان و میگم دولت سامانیان چنین بود چنین بود چنین بود و خیلی می دولت سامانیان از دست رفت وقتی که ترکا از بیابان هجوم کردند. ببینید بخارا را محاصره کردند ترکای قراخانی. امیران سامانی دیدند که لشکر نمیرسد. انا داملوهای عزیز جمع کردند. امیر آخرین سامانی منتصر سامانی اخی منبر بالای بلندی میبره میگه که حضرت ها هجوم دشمن از بیرون شهر بخارا رو میگیرند، دولت ملی ما از دست میرود، مردم جمع کنید، جهاد اعلان کنید، دولت حمایه کنیم. بعد داملوهای بخارا گفتن که امیر یک روز وقت ما فکر کنیم. بعد جمع شدن مجلس کردن. ببینید چی گفتن؟ گفتن که نه امیر جهاد نمیشد، مردم نخیزد باید، چون که همون کسی که هجوم کرده است اونم مسلمان بوده است. ما رفته پرسیدیم و هم کلمه شهادت میگفته است و هم لا اله الا الله میگفته. اگر وای گرفت با میشیم ملاهای قراخانیان، با میشیم امامای قراخانیان. ببینید همینجا همین خیانت ملی چقدر شد. یعنی که در همون لحظه در ذهن همین مردم جو کرده بودن که ملت مهم نیست، دولت ملی مهم نیست. انا همین هممون برادرای اسلامی. لیکن وای ترکا وقتی آمدن گرفتن دولت سامانیان، زبانش فرهنگش تمامش نابود کرد. تمام کتابخانه های بزرگی ما را آتش زدن. اگر او برادر اسلامی می بود چرا باید تمام فرهنگی ما را می سوخت؟ بنابراین زیر نقاب دینی انا علمای ما خطاگیشان در این شد که گفتن که نه خلق نخیزد، همو قراخانی ها هم بسم الله میگه، اورا مسلمانای زیدی و جهاد نمیشه. اگر او غلبه کرد ما میشیم داملوهای قراخانی. انا که تصور کنید اگر همی فکر غلبه کند امروز، اگر امروز بین ما و شما هم خیلی فکر باشه هم ملت مهم نیست، همه برادراییم. خیلی طالبان اگر از دریا گذشت ما میگیم مردمی فرخور شما در سرحد خیزید حمایه کنید. اما حضرت داملا بهترین داملا داره، شما هیچ وقت خیل نمیگن. لیکن مثلا داملا گن که نه همون طالب هم لا اله الا الله میگوید. فرقش چی؟ همین میشه آیا؟ انا همین کار شد چند بار در تاریخ ما. بنابراین ما میگیم که همون توجیک بودن در اول قرار میتیم. میگیم ما توجیک این دولت ما این وطن ما ای را حمایه میکنیم. برادرای اسلامی نوری دیدن در همون وطن خودشان زندگی کنند، اما این وطن تاجیکان است و ما ای را در هر حالت حمایه میکنیم. این معنیش این که من اول تاجیکم. وقتی میگیم من اول تاجیکم یعنی اول منفعت های تاجیکستان، آبروی وطن، امنیت وطن رو در نظر میگیرم. بعد با او برادر اسلامی رابطه بین دولتی، رابطه دوستی کنید اگر او یک گپ دیگر. اما وطن و دولتمون رو با یکم کس نمیتیم. به همین روزیم انا کن من سخنو تمام کردم تا دوملو در اومدن. من این رو میگم که دوستان عزیز در مسئله حج رفتن بخصوصا همین بازاری ها بسیار توجه دارن. عمره رویم، حج رویم. درباره حکمی خرافات، درباره قانون تنظیم و غیره دوملوی عزیز 6 دقیقه بیرون رفتن، از میبیان 2 دقیقه. تا وقت من درباره حج یک روشنی اندازم. ببینید شما در بین بعض دایره ها در بازار و مگزین میشیدن میگه که پرزیدنت ضد حج گپ زده، همه حج من نکنن. با هم خیلی گپ است.
انا برای که همین روشنی اندازه من یک چه میگم. ببینید همین فکر که دولت ضد حج باشد همین از بیخ نادرست است. چون که اینا سه مثال میارم در یادتون گیره. یکم در همین سخنرانی پرزیدنت گفتن که من هرگز ضد به سفر حج رفتن شهروندان نیستم. یکم دقیقه میره. دومین مثال با شرطنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و شایگری عربستان سعودی کوتا یا سهمیه حج شهروندان جمهوری تاجیکستان قریب 2 برابر زیاد شد. یعنی ما 5000 جا داشتیم برای حج، امسال چند داریم؟ 7000. 40% زیاد شد. 7000. این مثال اگر دولت ضد حج میبود 2000 زیاد نمیکرد، میگفت 2000 کمش کن. یعنی حکومت 2 برابر قریب مثال حج کوتاش زیاد کرد که مستفیدا بیچاره مردم 5 سال 6 سال نوبت نیستند. 7000 کردیم. ممکن سالهای آینده 10000 میشه. چون که قانونی مون جهان اسلام کتی از 1 میلیون نفر میگیرد. اگر 10 میلیون نفر از اهالی ما 10,000 نفر حقوق حج داریم. یعنی سال 7 کردیم، ممکن 10 میکند. سوم اینکه با قرار حکومت حج شهروندان جمهوری تاجیکستان را خود حکومت تشکیل میکند. از همین لحظه رفتن تا آمدن تمام حقوقش حمایت کرده میارد. بنابراین این گمان که حکومت ضد حج یگان اقدام میکنه این گپ نیست. اما چرا حج رو مطرح کردن؟ چرا به میان گذاشتن؟ چون که حج یک مسئله اجتماعی شده است. در یک سخنرانی در یگان بحث نگفتن که حج درست نیست، ممکن نیست، لازم نیست، خیلی نیست، بلکه میگن حج موافق طلبات شریعت اسلامی روید. شما باور میکنید که نیمی از ما حج غیر اسلامی، حتی حج ضد اسلامی کرده استادیم؟ خیر، چون که در اسلام گفته است که من طلبات نماز روزه ایمان، نماز روزه رکنای اول، رکن چهارم زکات. این شورای علما مثال اینا نماینده شو هستند، معین کردن که اگر 35500 سومانی زیادتی داشته باشی، هم خیلی است که 1 سال خواب رفته در همه زندگی تنج و تحصیل بچه ها است، خوراک بچه ها است، ماشین داری، پدر و مادر تامین در گرد اطراف و دیگه فقیری محتاج نیست، تو با 35,500 زیادی موندی در تگ بولیشت یا در بانک 1 سال خواب رفته، اون هده زکات میتی. مفتی حضرت دیر اومده من فتوای داده استدم بازی تمام کنیم. انا بینید زکات وقتی از زکات گذشتی حج رکن 5، یعنی که برای حج رفتن حداقل 100,000 سومانی آزاد داشتن در کار، بعد اینکه تمامی زندگی تامین شد. انا که برای عمره باشد، برای عمره این یک مسئله که ما امسال 63,000 نفر عمره رفته است سال 23 و در همین حج عمره 1,200,000,000 سومانی خرج کردن مردمی که شرایط نداره. یعنی تحلیل نشون میده که از همین 63,000 قریب 60,000ش نه خانه‌ش بوده، نه زندگیش تنجای، قرض گرفته، گوش فروخته، خانه را گرو مونده است، تمامی زندگیش فقیرانه 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار حج رفته شده است. انا برای من پیشوای ملت گفتن شما حج موافق هم طلبات دین کنید که وقتی همه زندگی تنج باشه، شما دیگر میبینید که همه عهده‌داریات حل با 100,000 دیگر مانده است. این سال اعلان شد بودن 60,000 پول رسمی حج میشد. با
ҳадияҳо бо маърака хулоса 100,000 дорӣ, баъд мега акнун ҳаҷм давлат ягон монеа намекунад. Давлат гуфта истодааст ки ту зиндагита сӯзонда ҳаҷ рафсоди, ин на танҳо хилофи ислом, ҳатто зидди фармудаи ислом аст. Бинобар ин инҷа гап дар бораи танзими қоидаи ҳаҷ мерад, на ин ки ҳаҷ рафтан дуруст аст ё не. хуб анакун дар масъалаҳои дурусттару беҳтари дигар ҳазрат суҳбат мекунанд. бо ҳамин ман ба ҳамаи шумо ҳам дар зиндагии осуда, ҳам дар зиндагии хонаводагӣ, ҳам дар тиҷорат ва касбу коратон барору комёбиҳо орзу мекунам. ташаккур.